آلمان وطن جدید شماست. شما احتمالاً سفر طولانی و طاقت فرسایی رو پشت سر گذاشتید. اکنون شما باید به عنوان خانواده خودتان را با یک محیط کاملاً جدید وفق بدهید. این نه فقط برای خود شما، بلکه تا حد خاصی برای فرزندانتان نیز چالش بزرگی است. سلامت روحی یک فرد مسئله‌ای بسیار شخصی است. این امر شرط لازم برای کیفیت زندگی، کارایی و مشارکت اجتماعی است. اختلالات سلامت روحی بسیار شایع هستند. آنها از محدودیت‌های جزئی سلامت روحی تا اختلالات روانی شدید را شامل می‌شوند. عوارض ممکن است جدی و حتی به صورت جسمی باشند. اختلالات روانی بسته به زمینه‌های فرهنگی به صورت متفاوت درک و ارزیابی می‌شوند. غالباً سلامت روحی در حوزه عمومی اصلاً موضوع بحث نیست و حتی درون خانواده در مورد فشارها و استرس‌های روانی صحبت نمی‌کنند. سلامت روحی برای رشد کودکان بسیار مهم است. پرخاشگری، شاد نبودن، ترس‌های اغراق شده یا حتی یک پسرفت علائم هشدار دهنده مهمی هستند. البته ممکن است مشکلات تمرکز، بیقراری متداوم، توانایی اندک برای برقراری ارتباط یا مشکلات با مقامات نیز پیامدهای مشکلات روحی باشند. در این ارتباط ممکن است این رفتار در کودکان بدون یک محیط بسیار دشوار یا فشارهای خاص نیز بروز یابد. همچنین ممکن است منشأ ژنتیکی داشته باشد. در صورت بروز علائم به دنبال کمک گرفتن از دیگران باشید. از خودتان این سوال را مطرح کنید که فرزند شما ممکن است در معرض چه فشارها و چه استرس‌هایی بوده باشد یا همکنون نیز هنوز در معرض آن است؟ شما به عنوان والدین نگران در پی کمک از بیرون خانواده و کمک حرفه‌ای برای فرزندانتان هستید. شما با انجام این کار نقطه قوت خودتان را نشان می‌دهید و این کمک ممکن است پشتیبانی بزرگی برای شما و خانواده‌تان باشد. به این ترتیب شانس یک شروع خوب در آلمان را بهبود می‌بخشید و بهترین شرایط ممکن برای یک زندگی سالم را به فرزندانتان ارائه می‌دهید.